درود خدمت دوستان عزیز. مبحث امروز خیلی دوستان گفتن که سقف کار و کف کار چجوری تشخیص بدیم. امروز می‌خوایم سقف کار و کف کار رو عمق‌گیری کنیم، ببینیم تو چه عمقی. دوستان بر فرض مثال حالا من اینجا خط کشیدم چون به صورت آموزشی هست. من این چارچوبی که گرفتم به صورت اتاقک 2x2. حالا اگه انشالله که مشخص باشه تو دوربین میخوام رو همین ببینیم به چه شرایطی سقف کار رو مشخص کنیم. دوستان دقت کنید وقتی آنتنتون رو بالانس کردیم، حالا این اتاق گرفتیم دیگه نمیگیم میخوام جستجو کنیم قبلا بذارید. حالا این اتاق گرفتیم میخوایم ببینید سقف کارتون تو چه عمقی و کف کار. ببین وقتی که وارد اون حاله میشین، ما بر فرض مثال میگیریم وقتی آنتن ها ببین از اینکه دیواره اول میبندیم وارد اون حاله که میشین و آنتن ها اگر کامل به این شکل پروانه‌ای باز شد سریع قفل کرد، ببین اگه با تأخیر قفل کرد، از اول بگم بهتر، اگر با تأخیر قفل کرد، یعنی قفل یعنی چی؟ یعنی آنتن ها به همین شکل میمونه، شما تا میای 2 متر 3 متر میری همچنان قفل، یعنی همچنان به این شکل موازی قفل میمونه. یعنی وقتی بازی نکنه، یعنی اینجوری نشه برگرده، به این شکل نشه، همین حالت قفل بمونه، این میشه سقف کار شما. متوجه شدی؟ پس سقف یعنی شما اول جایی که گرفتی سقف کارتونه. اگه میخواد بدونید چه عمقی هم هست از جایی که شروع میکنه. یه بار دیگه میزنم به صورت رفت و برگشت باید ببینید. ببینید من یک بار دیگه میام. حالا بر فرض مثال ما این نقطه رو گرفتیم، این موازی دیواره اولم که داده، وقتی که وارد میشه ببین از جایی که آنتن به این شکل باز میشه، متوجه شدی؟ از جایی که باز میشه و با تأخیر قفل میکنه، یعنی اولش همون سریع قفل نمیکنه. فرض کن به این شکل داره بازی داره، من دارم به این شکل میام، اینجا داره قفل میکنه. بعد که میام رد میشم دیواره بعدی که گرفته میشه که شما از نقطه‌ای که شروع کرد تا جایی که قفل کرد و متر میکنید، میشه سقف کارتون. حالا باز داره از همین سمت یک بار دیگه میذارم اون حاله که اول میگیرید، یعنی همون دیواره وارد اون حاله یا اون فضای خالی که میخوایم بشی، یعنی بر فرض مثلا اینجا باز داره ما چون حالا خط داریم به عنوان دیواره میگیریم، از همین برم که من زدم باید همین حالت باشه. متوجه شدید؟ ببینید وقتی که حرکت میکنید باید آنتن ها با تأخیر قفل کنن. وقتی که قفل کردن همون اندازه که از این ور زدید قفل کرد از همون ورم باید به همین شکل باشه، میشه سقف کارتون. پس سقف کار شد چی؟ با تأخیر، هر چی تأخیر بره بالا میتونید زمان بدید بهش، مثلا خود پیش خود دیگه 1001 1002 1003 بر فرض مثال 1005 میشه عمق شما بالای 5 متر یا سقف کار شما بالای 5 متره وقتی تأخیر بیش از حد انجام شه. ولی اگه 2 تا 3 متر باشه به محضی که دیواره رو بستی و شروع کردی با تأخیر، یعنی همچنان اینجوری بازی داره مثلا اینجا داره بر فرض مثلا اینجوری قفل به این شکل قفل، ببین به این شکل قفل، من الان نگرش داشتم با انگشتم، اینو میگن سقف کار تو عمق 2 متر. متوجه شدید؟ کف کار به چه شکله؟ حالا همین حالت که زدید تا اینجا شما زدید درسته، به این شکل قفل بوده، همین 1 متر برمیگردید عقب‌تر، باز دوباره بالانس میکنید. ببین بالانس به محضی که میارید بعد آنتن بیاد به این شکل پروانه قفل بمونه، ببین به محضی که میاری قفل میمونه، این میشه کف کارتون. وقتی که قفل میمونه پس سریعتر تیزتر آنتن واکنششون میده. پس شد چی؟ یک بار دیگه میگم برای تعیین سقف حتما سقف کارتون رو میخوام بدید تو چه عمقیه که مطمئن شید که سقف کارتون چه عمقیه. وقتی وارد اون حاله که میشید، ببین ما دیواره رو اینجا بر فرض مثال گرفتیم، وقتی که وارد میشی ببین با تأخیر قفل میکنه، ببین به این شکل داره مثلا پروانه بازی داری، بعد یه جا یا بر فرض مثال 2 متر اومدی جلوتر اینجا قفل میکنه. متوجه شدید؟ اون تأخیر شما بشماری بهتره. مثلا حالا من یک بار دیگه میگیرم تأخیر متوجه شیم که به چه شکل سقف کار میگیرم. ببین من الان وارد شدم این دیواره،
وقتی که وارد میشم آنتنا داره باز میگن 1001 1002 1003 مثلا 1003 من اینجا قفل آنتن همین ثابت وایسه. میام تا دیواره بعدیمو که گرفتم این تأخیری که 1001 تا 1002 یا 1003 انجام شد میشه سقف کار ما. سقف کار رو چجوری تشخیص میدی که بازم مطمئن شدید؟ هم میتونی عمقگیری که اول انجام دادی یک بار دیگه بیای انجام بدی از دور، یا همون حرکت شیوه قدیمی که به این شکل میای تا جایی که پروانه کامل بسته میشه، یا اینکه اگر اتاق بزرگ و پهن باشه، یعنی اصلا وقتی عمق بیشتر میشه پهنای کار شما بیشتر میشه، مطمئن باشی. حالا من مثلا به فرض مثلا این 2 متر من اینجا دیواره رو بستم، حرکت که کردم ببین میگه 1001 1002 اینجا برای من اوکی شده، من 1 متر اومدم جلو قفل کرده، میام تا جایی که کامل ببینید به این شکل دیواره بعدی من ببنده. خب حالا باز داره میام رفتش انجام دادم، برگشتش هم باز همینطور. شما باید از 2 طرف حداقل این کار انجام بدید واسه سقف کار و کف کار. دیواره اول متوجه شدی میای 1001 1002 باز دوره همینجا مثلا قفل کرد، باز حرکت میکنی تا جایی که دیواره بعدی رو ببنده. پس شد از سقف کار. چون ببین وقتی شما 2 در 2 میگیری مطمئن باشید عمق شما سقف کار شما نهایت تو 2 متره، بیشتر از این نیست، 2 تا 3 متر. ولی اگه بیشتر پهناتر، یعنی شما عمق کارتون تو 7 متر باشه پهنای کار شما بیشتره. چطور می‌فهمید پهنای کار شما بیشتره؟ وقتی وارد حفره کیک شدی یا فضای کیک شدی گرفتی به این شکل میای تا جایی که دیواره رو بستید، باز دوره میای بغل‌تر 1 متر برتر قد همون پهنای 1 متری که باز شد میای بالانس میکنید، باز دوره حرکت میکنه. ببین به این شکل بر فرض مثال ما داریم، فعلا میخوام پهنای کار بهتون بگم. ببین تا میای بر فرض مثال اینجا باز میبنده، باز میای بغل، باز همین شکل میای، اگر باز شد ادامه داستان تا جایی که میاد میبنده و آخر سر اگر جایی که دیگه 1 متر بیاین برتر یک بار دیگه میزنید که ببینید پهناش همچنان اتاق بزرگتر هست یا نیست سقف کارتون، به این شکل بیاین. آنتن اگه به این شکل جهت داد یعنی دیگه شما اینجا دیواره کار شماست دیگه، شما اومدید رو دیواره داره جهت داخل نشون میده. پس این شد چی؟ پهنای کار تو عمق بالای 5 تا 6 متر به این شکل که باز تشخیص سقفش هم همینطور، چون ابعاد بزرگتری به شما میده و همون ابعاد و اون حالی که گرفتی میتونین عمق سقف کار و کف کار هم با خودش در بیارید که به صورت رفت و برگشت. پس شد یک. اول وقتی که وارد میشی حالا اول میگیرید میاید تا جایی که آنتن ها قفل کنه، یعنی شما 1001 1002 قفل کرد این میشه عمق، مطمئن باشید که بیشتر از 2 تا 3 متر نیست. ولی اگه همچنان آنتنتون به این شکل بازی داشت مثلا 1001 1002 1003 1004 1005 بازی داشت، یه اینجا 5 اونجا قفل کرد، عمق شما بالای 5 تا 6 یا 7 متره که پهنای کار شما بیشتر میشه و کف کارم به این شکل تیزتر میزنه. وقتی که بالانس میکنی وقتی که بالانس میکنید حرکت میکنید دیواره اول که میگیرید به محضی که وارد میشید ببین باز میشه قفل میشه. این قفل شدن تیز شدن این کف کار داره به شما نشون میده تا پایان کارتون به این شکل. اینو میگن کف کار، یعنی گرفتن کف کار با تیز. آنتن شما تیز حرکت میکنه، یعنی خیلی سریع واکنش نشون میده، زیر 500 یعنی زیر 1 ثانیه 500 ثانیه میاد به شما میگه که آقا کف کارتون توی این عمقه. که عمقگیریش هم گفتم بستگی به ابعاد و حجمی که داری میگیرید، هر چی پهن‌تر باشه بزرگتر باشه عمق کار شما سقف کار شما بیشتر میشه. پس اینو خیلی دقت کنید دوستان که عمق کار حتما بخواید بگیرین عمق سقف کارتون رو یه فاصله از اون هدف اولتون میگیرین، وارد حاله که میشید دیواره که بست به محضی که وارد شده اگه آنتن به این شکل بازی کرد مثلا 2 ثانیه اینجاش قفل کرد میاد تا انتهای کار تا جایی که دیواره بعدی رو ببنده. شما وقتی که دیواره رو بستش تا نقطه‌ای که گرفتین که قفل کردین ببینید کلا این ابعاد 2 متر
درسته. پس میشه شما عمق شما همون 2 متر، ولی اگه بیشتر از 5 ثانیه بشه هم پهن‌تر کار شما، یعنی ابعاد بزرگتره، یعنی شما باید چه 2 متر چه 1 متر. حالا ما میگم ما اینو سریع گرفتیم که مثلا بدون اگر بر فرض مثلا این معنا این کنج گرفتم جو کامل آنتن باز، حالا ما فعلا داریم مثلا دیواره میگه باز داره میام همین ور بین ور واسه این آنتن مشخص این باز داره میام همین ور همون شیوهی که تو 5 متر گفتم اینجا باز هم حالت پروانه‌ای من دارم تا دیواره بعدی مبندم میام این کنج کار با میستم باز دارم خب اینم پهن‌تر کار من یا نه میام میبینم نه دیواری داره میاد داخل، پس دیواره رو به نشون میده. یا با شما ابعاد 2x2 یا 2x3 حالا هر چی که هست توی این ابعاد دارید، پس هر چی پهن‌تر هم بشه عمق سقف کار شما پایین‌تره و دورتره و هر چی تیزتر بگیره کف کار شما داره بگیره، یعنی در سقف کار شما دیگه نیست. هر چی تیزتر همون به محضی که آنتن آوردی بالا آنتن باز شد تمام قفل موند این قفل موند. حالا یه وقتی این باد میاد مثلا هم الان یه کوچیک مثلا اینجوری بازی میکنه ولی شما دقت خودتون متوجه میشید اگر درست باشه قفل همچنان میمونه نمیاد، یعنی وقتی که میکشی آنتن اینجوری میمونه به کتفتون، این بهش میگن قفل، یعنی وقتی حرکت میکنی آنتن با شما نمیاد برمیگرده به کتفتون بهش اینجوری میگم که بهتر متوجه شید نزدیک به کتفتون یا بازوهاتون میمونه. پس این شد سقف کار و عمقم که به محضی که میاری بالا قفل میشه که میشه کف کار و سقف کار با تاخیر انجام میشه به محضی که شما میاری بالا بازی بالاخره یه قدم 2 قدم داره تا جایی که قفل میشه این میشه سقف. میخوای متوجه شال عمقم چجوری 1 متر فاصله میگیری همینجوری عقب میای یه باز سر همین دیواره بالانس میکنیم دیواره رو که بست وارد که میشی به محضی که واردش کنی به این شکل قفل بمونه یعنی تیز قفل کنه این میشه کف کار. پس شد سقف کار و کف کار به این شکل بازم با همون پودر یعنی پودر حفره‌یابی حالا من همراه نیست اگر پودر حفره‌یابی هم که داشته باشید میتونید با بچسبونید همین حرکت به شما بر بده دقیقا همینجور باید کف رو تیزتر و سقف رو به همین شکلی بهتون گفتم با تاخیرتر و سقف کار با تاخیر میده یعنی 1 ثانیه 2 ثانیه بعد قفل میکنه آنتن به این شکل. تگ آنتن هم همینطور هیچ فرقی با حالش نمیکنه. وقتی دیواره اول وارد میشید ببین به این شکل شد داره چپ و راست دیواره رو میزنه میای تا جایی که آنتن کامل ببین به این شکل قفل میکنه متوجه شد مثلا به یه طرف قفل حالا چه چپ حالا اگر یا راست فرقی نمیکنه قفل که کرد میشه چی سقف کار. ولی اگه همون اول که وارد شدید دیواره رو که گرفتید اومد قفل کرد ببین قفل مون همینجور مون داریم میریم هم به همین شکل تا دیواره بعدی این میشه کف کارتون. عمقی هم گفتم که میخوایم بدید تا سقف چقدره ابعادی که گرفتیم مشخصه. بعضی ببین با عمقگیری فلز اشتباه نکنید. عمقگیری فلز گفتیم که مثلا میای حالا یا چرخشی میچرخه هر دور محاسبه میکنید این بحثش فرق میکنه. اینی که دارم به شما میگم ابعاد سقف و کف و اتاق ما داریم میگیم تو چه عمقیه تو مثلا بدونید که شرایطش چجوریه عمقشو بتونید در بیاریم به این شکل. ولی به همون شیوه قدیمی هم که می آمدیم بر فرض مثال به این شکل می آمدیم تا جایی که میبست می آمدیم تا جایی که باز شه بر فرض مثال اینجا باز بشه برمیگرده پشت از اینجا تا مرکز اون اتاق متر میکنیم میگفتی 2 متر. بله اینجوری هم میشه نمیگم نمیشه. این شیوهی که الان دارم به شما میگم خیلی دقیق تره و مطمئن باشید که خیلی اگر حفاری کنید دقیقا همون 2 متری که میگیم 2 متر 2 متره ولی به این شکل شاید نیم متر یا 1 متر خطا داشته باشه. به خاطر همین من با این شرایط میگم که متوجه شید وقتی 2x2 جایی رو میگیرید سقف کار میخوان متوجه شید تو چه عمقیه خیلی راحت ترین تا بیاین برید عقب جلو آیا شک کنید درسته درست نیست. ابعادی که در آوردید بر اساس اون ابعاد سقف کار شما مشخص میشه. اگه مگر اینکه اون اتاق کوچیک باشه که 2x2 شما داری میگیریم مثلا بالای 3 متر باشه که بازم اون اتاق با حرکتی که بهتون گفتم به صورت رفت و برگشت سقف کار رو با تاخیر بگیرید کف کار رو هم خیلی تیز میگیرید مشخص میکنه که تو چه عمقی هست چه جوری هست تو چه ابعادی هم هست.
ابعادش هم حتی خواستیم اون اتاق رو هم بگیریم، گفتم به این شکل 2 در 2 از یک کنجوا میسید میرید جلو به صورت اسکن، لاین بعدی لاین بعدی تا دیواره رو ببنده. اگر 2 در 2 بس عمق شما بیشتر از 2-3 متر هم مطمئن باش نیست، ولی اگر پهن‌تر بس بزرگتر بس و با تاخیر بیشتر، این تاخیر هم مهمه، وقتی با تاخیر بیشتر آنتنا قفل کرد این خیلی مهمه. مثلا من الان دارم گفتم بهتون به این شکل بازی داره میکنه، فعلا قفل نکرد ولی میاد جو قفل میکنه. وقتی که قفل کرد، وقتی من دارم حرکت میکنم آنتن به بازو من میمونه نمیاد. متوجه شدی؟ اینو میگن قفل کردن آنتن اون نقطه‌ای که اتاق هست. پس بعد با همون پودرم با همین به همین دقت و پرشتاب‌تر عمل میکنه و شبه حفره هم با اون پود کامل حذف میکنه. اگر نباشه کلا هیچ واکنش نشون نمیده. این هم سقف، گفتم که خیلی دوستان سوال بود براشون که سقف کار و کف کار رو چجوری تشخیص بدن، که این سقف کار و کف کار رو هم برای دوستان توضیح دادیم. ان شاءالله که به درد دوستان بخوره و موفق باشن. اگر سوالی بود بنده در خدمتتون هستم. لطفاً از کانال ما حمایت کنید با لایک و کامنت های زیباتون. موفق باشید.